سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو داستان دیگه. توی قسمت قبلی ماجراهای سولو لولینگ با هم دیگه توی کانال مابا دیدیم که جینوو بعد از خارج شدن از معبد گارتنون توی وضعیت خیلی سختی قرار گرفت و انگار خیلی خسته بود و اینجوری بود که تقریبا 2-3 روزی توی بیمارستان کلاً بیهوش مونده بود و نمیتونست که بیدار بشه. بعد توی یه سری فکر می‌کردن مرده تفلک. در همین حین هم داخل ژاپن انگار همه چیز در حال نابود شدن توی توکیو بودش و توکیو ژاپن وضعیت واقعا خیلی سختی داشت. غول‌های درجه S یکی یکی از سیاهچاله بیرون می‌زدند و کل ساختمان‌ها و حتی هر کسی که جلوشون وای می‌ایستاد و نابود می‌کردند. حتی شکارچی سطح ملی یعنی یوری آورلوف هم نتونسته بود جلوی این فاجعه رو بگیره. جینوو هم از شنیدن این قضایا حسابی ناراحت شده بود. انگار ژاپن الان توی وضعیت واقعا بدی قرار داشت، وضعیتی حتی بدتر از جزیره جیاجو. ولی به حال داخل شرکت پدر یوجینشون انگاری بابای یوجین گرفتار بیماری سختی شده بودش، بیماری که قبلا اگه یادتون باشه مادر جینوو داشتش، بیماری که بهش خواب ابدیت میگفتند و خیلی مواقع پدر یوجین تا 23 ساعت میگرفت میخوابید و بیدار نمیشد. این بیماری هم توی سطح جهانی بیماری سخت و لاعلاجی شناخته می شدش که هیچ درمانی براش وجود نداشت. اما تنها کسی که در طول تاریخ و کل جهان تونسته بود از شر این بیماری خلاص بشه مادر جینوو بودش، مادر سونگ جینوو. پس مونده بودن اگه از سونگ جینوو کمک بخوان بهشون کمک میکنه یا نه. و حالا در ادامه داستان این ور داخل ژاپن اونقدر اوضاع بد بود و خراب بود که هیچ کسی نمیتونست وضعیت رو کنترل بکنه. شکارچی سطح ملی جناب یوری آورلوف هم توسط غول‌ها بالاخره خورده شد و کلا مرد بدبخت. غول‌های از این به هیچ کس و هیچ چیزی رحم نمی‌کردند و هر کسی سر راهشون قرار می‌گرفت و می‌خوردند. اونا فرای تصور انسان‌ها قدرتمند بودند. تانک‌ها، موشک‌ها، هلیکوپترها. ژاپن سعی می‌کرد با قدرت نظامی خودش غول‌ها رو عقب برونه. ولی خب چیزی روی غول‌ها اثر نداشت و هیچ شلیکی هم جواب نمیداد. سلاح‌های جنگی عملاً به درد نخور بودند و هیچ آسیبی به غول‌ها نمی‌رسوندند. رئیس انجمن شمشیر کوتاه هم متوجه شده بود که سلاح‌های مدرن هیچ آسیبی به حیول‌ها نمی‌رسونند، حتی وقت هم نمی‌گیرند. پس تنها چیزی که باقی میمون وارد شدن شکارچیان درجه S به میدان بودش. اینجوری شاید میتونستن جلوی غول‌ها رو تا حدودی بگیرند. پس بلافاصله اعضای انجمن شمشیر کوتاه دست به کار میشن و میرن جلو و سعی میکنن غول‌ها رو شکست بدن. حتی مثل این دختر کاناه که سعی میکرد با شمشیر خودش یکی از غول‌ها رو گول کنه تا اینجوری حرکاتش محدودتر بشند. ولی در جا تا میخواد شمشیر رو بزنه یهوی غول جا خالی میده. انگارم با اینکه این جثه خیلی گنده و بنده‌ای داشتن ولی سرعت و عکس‌العمل واقعا زیادی داشتند. خیلی فرز بودن لاکردارا و این اصلا منطقی نبود. لاکردار خبرنگارا هم همینطوری داشتن توی آسمون فیلم برداری میکردند و گزارش تهیه میکردند و از جهنمی که زیرشون بود صحنه برداری میکردند. صحناتی وحشتناک درست مثل جهنم. اوضاع واقعا خیلی خراب بود و همه چیز به هم ریخته بود. انگار اینجا خود جهنم بودش. تمامی دنیا داشتن این تصاویر رو تماشا میکردند و همه جا پخش شده بود و این فاجعه رو همه میدیدند. حتی خود جینوو هم توی خونش در حال تماشا کردن بودش. این وضعیت مثل جزیره جیاجو بود، حتی بدتر. اینجوری ممکن بود کل آسیا توی خطر بیفته، چون مثل جزیره جیاجو سرتاسر آب نبود اونجا و راههایی به شهرهای دیگه هم وجود داشت و کل ژاپن توی خطر بود. ولی در همین حین بود که یوی صدای خواهر جینوو میادش که میگفت نه نرو. انگارم در حالی که هنوز حالش بد بود بازم نگران این بود که جینوو به اونجا برو بلا ملای سرش بیاد. جینوو هم میگفت منظور چی هن؟ جینو هم باز جواب میداد تو میخوای بری به اونجا مگه نه؟ نباید بری. نمیخوام به اونجا بری. انگارم نگران بود. بعدویم نگران بود. جینوو هم متوجه نگرانش میشه. پس از جلوی تلویزیون پا میشه و میره سمتشو میگفت نگران نباش، من جایی نمیرم. این اواخر خیلی کارا کردم، برای همین تصمیم دارم یه کمی استراحت بکنم. پس یه مدت تو خونه میمونم و جای دیگه هم نمیرم. نگران چیزی هم نباش باشه. خلاصه به همین رواله که فردا میشه. فردای اون شب هم انگاری هوا واقعا خیلی عالی بود و جینوو توی پارک در حال هوا خوردن بودش و به مسائل پیش اومده در حال فکر کردن بود. اونجا بود که جینوو برو رو صدا میزنه و بهش میگفت جای مراقبت از جینا، میشینی سریال نگاه میکنی تخم جن؟ براموده بود چی بگه تفلک. حسابی هم ترسیده بود آخه لو رفته بود بدبخت. و حالم جینوو ازش میپرسید ببینم حال جینا چطوره؟ بهم بگو اخیراً چی کارا میکرده؟ برام جواب میداد هیچ مورد خاصی توی رفتارش پیدا نکرده و هیچ مشکلی هم براش پیش نیومده. جینوو هم خیلی خوب میتونست درک کنه که جینا دچار آسیب روحی شدیدی شده بود
غیر از 4 سال پیش، زمانی که برای اولین بار جینوو میخواست بره به یکی از سیاهچاله ها، اونم زمانی که یک شکارچی رتبه ای بودش، دیگه هیچ وقت جینا ازش نخواسته بود که به شکار نره. اینم دومین بار بود و الان جینوو مونده بود چیکار کنه. یعنی بایستی به حرفش گوش میداد. ژاپن در حال تلفات سنگینی دادن بودش، یه عالمه آدم داشتن غذای غول‌ها میشدند و کل ژاپن در خطر بود. الان باید چیکار میکرد؟ در حال قدم زدن بود که یه ماشین کنار جینوو وای میسه که انگار این ماشین از جینوو میخواست که باهاش بیاد. جینوو هم همراهش میره و به شرکت بابای اون پسره یوجین میرسن، یعنی جناب رئیس هیئت مدیره، یعنی یومینگ. جناب یومینگ هم خودشو معرفی میکنه و انگار از جینوو کمکی میخواست. حتی یک چک خالی میده جینوو و میگفت عددش مهم نیستن، هر چقدر میخوای بزن، این چک نشانی صداقت منه، چقدر میخوای بنویس، فقط درخواستی دارم ازت که میخوام کمکم کنی. جینوو مونده بود قضیه چیه و این یارو میخواد چه درخواستی ازش بکنه. بدون شک دعوت به انجمنشون نبود. پس چی میخواستن بگن؟ یعنی میخواستن از جینوو چیزی بخرن؟ پس میپرسید شما میخواید چیزی از من بخرین؟ جناب یومینگ هم جواب میداد بذارید برم سر اصل مطلب. من از یک بیماری خیلی خاص رنج میبرم، بیماری که قبلا مادر شما هم به اون دچار بوده، بیماری که واقعا خیلی سخته. جینوو هم جا خورده بود، حسابی هم تعجب کرده بود و میگفت ببینم یوجین از این بیماری خبر داره؟ از این قضیه خبر داره یا نه؟ جناب یومینگ هم جواب میداد به جز دکترم و همسرم و جناب منشیم کسی دیگه از این موضوع خبر نداره. جینوو هم میگفت پس با من میشن 4 نفر. الان 4 نفر خبر دارند. جناب یومینگ هم تایید میکرد و ادامه میداد وقتی دنبال درمان بیماری گشتم توی کل دنیا فقط یه چیز پیدا کردم. فقط یه نفر بود که تونسته بود از این بیماری نجات پیدا بکنه و اون فقط تنها مادر شما بوده. و فکر میکنم این مسئله اصلا تصادفی نیست، چون شما یه شکارچی واقعا خاص هستید و قوی ترین شکارچی کل کره به حساب میاد. پس با خودم فکر کردم شاید بتونید بهم کمک کنید و این لطف رو در حق من بکنید. من هیچ وقت این کمکتون رو فراموش نمیکنم. جینوو هم توی دوراهی گیر کرده بود، یعنی باید این یارو کمک میکرد. اکسیرهای مقدس خیلی محدود بودند، یعنی جینوو باید چه تصمیمی میگرفت. الانم خواهرش هم توی وضعیت خیلی عجیبی قرار داشت و نیاز به اکسیر داشت، یعنی باید روشون استفاده میکرد. بقیلا در ادامه داستان جینوو چک رو برمیگردونه و میگفت جناب یومینگ من فکر نمیکنم بتونم کمکتون بکنم. آقای یومینگ هم داد میزد ولی مادرتون اون چطوری درمان شدن؟ شما باید راهی بلد باشین. جینوو هم جواب میداد اگه واقعا راهی بلد بودم میتونستم تجارت باش راه بندازم و حسابی ثروتمند بشم. بنابراین میگم کاری از دست من براتون ساخته نیست، پس متاسفم. بعدش پا میشه و دیگه میخواست بره. آقای یومینگ هم حسابی ناامید شده بود تفلک و حرف جینوو هم دیگه قبول میکنه. آخه نمیتونست مجبورش بکنه که. در ادامه داستانم جینوو دیگه داشت میرفت و توی آسانسور حسابی توی فکر فرو رفته بود. کلی هم احساس ناراحتی میکرد. با خودش هم میگفت ولی اون پدر یوجینه، نمیتونم نادیدش بگیرم. اما پدر یوجین رو که نمیشناخت، حتی نمیدونست اون چجور آدمیه. حتی جینوو واقعا نمیدونست اون گیر همچین بیماری هست یا نه. شاید میخواست سوء استفاده بکنه. تازه اکسیرهای مقدسی که برای جینوو باقی مونده بود خیلی محدود بودند، پس بایستی با احتیاط خیلی بالایی ازشون استفاده میکرد. معلوم نبود در آینده چه اتفاقایی میافتاد. درست بود که پیشنهاد اون مرد یعنی یومینگ حسابی اغوا کننده بودش، ولی به شکل عجیبی اصلا روی جینوو اثری نداشت. انگار پول دیگه براش مهم نبود. الانم جینوو بایستی خوب فکر میکرد و خوب تصمیم میگرفت. در ادامه می‌رفت توی ژاپن درست همه چیز مثل جهنم شده بود. اون حیوله‌های گنده و گنده‌بک و خیلی بزرگ تقریبا همه جا پخش شده بودند و همه جا بودند و داشتن کل شهر رو نابود میکردند. همه چیز به آتش و نابودی کشیده شده بود. بدتر از همه این حیوله‌ها هر آدمی که می‌دیدن می‌خوردند و می‌جویدن و مثل آدم سلش می‌کردند. ساختمون‌ها رو نابود می‌کردند و حتی درخت‌ها رو از ریشه می‌کندند. ولی خوشبختانه فاصله هلیکوپتر باشون خیلی زیاد بود، پس مشکلی برای هلیکوپترها پیش نمی اومد. اما ترسناکتر از همه این غول‌ها اون غولی بود که درست جلوی ورودی سیاهچاله وایساده بودش که تقریبا 10 برابر هر غول گنده‌بکی بود که این اطراف میچرخیدن. انگارم یه جور نگهبانی چیزی داشت میداد. ولی بقیه غول‌ها پخش شده بودن. چرا اونجا وایساده بود هنوز؟ اون موجود منتظر کسی بود یا از چیزی داشت محافظت میکرد؟ اصلا دلیلش چی میتونست باشه؟ اون واقعا خیلی ترسناک بودش. آخه کی میخواست حریف همچین موجود ترسناکی بشه؟
ولی این خبرنگاری که داشت فیلم میگرفت حس میکرد که این موجود زنده نیست، یه جوری مثل ربات بودش. درست بود که نفس میکشید ولی بازم حس نمیکرد که این موجود زنده جلوش وایساده باشه. اون یکی خبرنگار هم میگفت اگه اون یه ربات بود قطعا خمپارایی به اون بزرگی روش اثر میکرد. تازه از اون 30 تا غول گنده بکی که این اطراف پرسه میزنند و پخش شدند فقط 2 تاشون تا اینجای کار مردند. واقعا وحشتناکه. تقریبا هم 2 روز از زمانی که سیاهچاله باز شده میگذره ولی اوضاعی داره بدتر و بدتر میشه. امیدوارم قبل از اینکه کل توکیو و کل کشور نابود بشه بتونیم جلوشون رو بگیریم. به حالم در ادامه داستان داخل کره توی انجمن آجین انگار جینوو میخواست واقعا بره به ژاپن و اونجا یه دستی برسونه. با مطرح کردن این موضوع پیش یوجین هم یوجین جا خورده بود، حسابی تعجب کرده بود و داد میزد داره چی میگه رئیس؟ اصلا اخبارها رو شنیدی؟ الان توکیو حتی خطرناکتر از جزیره جیوجوه. واقعا اونجا خیلی خطرناکه. جینوو هم میگفت اگه موفق باشم انجمن آجین توی کل دنیا زبان زد میشه و خیلی معروف میشیم. اما بازم یوجین نمیتونست قبولش بکنه. از این قضیه هم جینوو حسابی تعجب کرده بود. یوجین همیشه بهش کاملا اعتماد داشت ولی الان نگران بودش و نمیتونست اجازه بده که همچین کاری انجام بده. اینم جینوو رو نگران میکرد، یعنی واقعا اونجا اینقدر خطرناک بودش. ولی یوجین داد میزد خیلی خوب پس منم باید میام رئیس. جینوو هم کلی تعجب میکنه کجا میخواست بیاد. یوجین هم ادامه میداد اخیراً در بازهای قرمز، جزیره جیوجو، سیاهچاله دوگانه همینا رو پشت سر گذاشتید ولی توی همه اینا همه مقابله و خبرهایی که ازتون پخش شده درباره اینا من اصلا نبودم. نگاه هیچ جا نیستم. حتی اسمم توی این مقاله نمیتونی پیدا بکنی. انگارم یوجین همین مقاله ها رو گلچین کرده بود. بازم با گریه بلند داد میزد رئیس منم میخوام باید بیام. تنها چیزی که میتونم باش لاف بزنم فقط کنار تو بودنه. این واقعا خجالت آوره بگم ولی تو تنها منبع غرور من هستی. من هیچ چیزی ندارم که براش بتونم درست حسابی باز بدم. جینوو هم جواب میداد فکر نمی‌کنم این چیزها رو از پسر یک میلیاردر بزرگ بشنوم. یا خدا. یوجین باز داد میزد پس با صمیم میتونم باید بیام رئیس؟ منم باید میام با خدا. لطفا منو با خودت ببر. بایستی باید بیام. جینوو باز میگفت مگه نمیدونی میخوایم کجا بریم آن؟ اصلا میدونی کجا میخوایم بریم؟ نمیدونی اونجا چقدر خطرناکه؟ یوجین هم جواب میداد رئیس من بهت اعتماد دارم. پس اگه برای تو اونجا امنه برای منم امنه. این جملات هم جینوو رو تحت تاثیر قرار داده بود و حتی حسابی هم خوشحال میشه. این واقعا حس خیلی عالی داشت که یکی بهت پایین حتی اندازه اعتماد داشته باشه. کلی هم خوشحال کرده بود جینوو رو. بعدش هم دیگه بلند میشه و میخواست بذاره و بره و حتی میگفت همه شوخی بود مومن، شوخی کردم، زیادی جدیش نگیر باشه. بعدش هم دیگه شب بخیر میگه و دیگه میذاره و برمیگرده. یوجین هم متوجه شده بود که جینوو محتاط کار شده و نمیخواد الکی اطرافیانش رو توی خطر بندازه. و حالا جینوو میترسید. حتی توی راه در حال برگشتن به خونه با خودش میگفت خالق تقریبا همسط من بود، پس باید هنوز افراد یا تا انسانهایی باشن که از من قوی ترن. ما توی جهان خیلی بزرگی زندگی میکنیم. دنیا بزرگه و ممکنه حریف‌های حتی قوی تر پیداشون بشه. پس من نمیتونم خودم یا اطرافیانم رو به خطر بندازم. من قهرمان نیستم. نباید سعی کنم که این قضیه رو حل بکنم. به من ربطی نداره. بعدش هم دیگه برمیگرده خونه‌شون و انگار مادر جینوو حسابی غذاهای خوشمزه پشمزه آماده کرده بود و منتظر جینوو بودش. جینوو هم انگار گرسنش بود و نشسته بود غذا مزه کوف میکرد. فعلا بایستی انتخاب میکرد که چه کار انجام بده و چه تصمیمی بگیره. یعنی باید سعی میکرد قهرمان باشه، باید چی کار انجام میداد. ولی خب با سر به یه نتیجه میرسه و تصمیم خودشون میگیره. پس یهویی به مادرش میگفت مادر من باید سیب برم، باید برم به اونجا. در واقع هم جینوو میدونست که همیشه ممکنه یک فرد قوی‌تر از خودش پیدا بشه و توی دردسر خیلی بدی بیافته. ولی تا زمانی که رشدش ادامه داشت میخواست رشد کنه، میخواست قوی‌تر بشه تا به نهایت حدش برسه. برای این کارم بایستی حتما در میدان نبرد باشه. هر چقدر که قوی‌تر میشد اینجوری میتونست برای خانواده‌اش محیط امن‌تری درست بکنه. مادر جینوو هم در جواب جینوو میگفت پسرم، پدراتم وقتی کسی بهش نیاز داشت سریعا غذاشو تموم میکرد و میرفت برای کمک کردن. تو هم دقیقاً مثل خودشی. پس بعد از اینکه غذا تموم شد کمک میکنم تا ساکت رو جمع کنی. فقط ازت میخوام که سالم برگردی باشه. این بارم توی اتاق جینها داشت صداشونو که در مورد رفتن جینوو صحبت میکردن میشنوید. پس خودشو محکم میگیره و حسابی عصبانی و ناراحت بود. دیگه هم آخرای شب میشه و مو هم دیگه کامل بود و جینوو هم غذاشو تمام کرده بود. بعدش هم میاد داخل اتاق جینا و بهش میگفت جینا ببینم تو خوابیدی؟
ولی جینا انگاری بیدار بودش و میگفت بیدارم. جینا انگار میخواست یه مقداری باهاش صحبت کنه و یه صحبتایی باش انجام بده، اما با اینکه جینا مخالف بود و نمیخواست صحبت کنه، میاد میشینه لب تختش و بعدش بهش میگفت راستش من همین تازگی دم مرگ بودم و نزدیک بود بمیرم. با این حرفم جینا خودشو محکم میگیره و انگاری میخواست اشک بریزه و گریه کنه تفلک. جینا هم تعجب کرده بود، انگار از جوی بدی صحبت کرده بود، بایستی درست حسابی منظورشو میرسون. پس حالتشو عوض میکنه و داد میزد نه خودم نگاه من که سعید سالمم به حضرت عباس. راستش میخوام بگم که همیشه توی هر شکاری من تو لبه‌های مرگ میرم، ولی هر بار دوباره برمیگردم. من همیشه از هر نبرد و هر مرگی برمیگردم، همش هم به خاطر خوشحالی شماست. پس این بارم هیچ فرقی نداره جینا، این دفعه هم دوباره برمیگردم، بنابراین اصلا لازم نیست نگران هیچ چیزی باشی. بهت قول میدم وقتی برم دوباره صحیح و سالم میام. اما ازت ممنونم جینا، ممنونم که نگران من هستی و مانع رفتن من شدی. جینا هم یهویی اشکش میاد و میزنه زیر گریه و بلند با گریه میگفت میدونستم که تو میخوای بری و حرفی که بهت زدم اصلا تأثیری نداره، ولی باید برگردی، فهمیدی؟ باید. جینا هم جواب میداد چشم، هرچی تو بگی، دوباره صحیح و سالم برمیگردم. یهویی هم برو میاد بیرون و میگفت سرورم، لازم نیست نگران هیچ چیزی باشید، من به خوبی ازش محافظت میکنم. مهم نیست شما کجا باشید و چقدر دور باشید. دردم از فردای همون روز سازمان شکارچیان کره کارهای دفتری رفتن جینوو به ژاپن رو انجام میدن و حتی خبرنگارا هم جمع میکنند و اونجا تمامی چیزای لازم رو میگن و اعلامش میکنند. حتی جناب گانی با جینوو هم یه سری صحبت‌ها انجام میدن و انگار جینوو میخواست به صورت بشر دوستانه به ژاپن کمک کنه و برای کنترل سیاه‌چاله درجه اس به اونجا بره. این قضیه هم شده بود تیتر کل دنیا و خبرنگارهای زیادی دربارش مقاله مینویسن. اینجوری قرار بود انجمن آجین جینوو حسابی معروف بشه و توی کل دنیا اسمش بچرخه. بعد از رسیدن به کارهای دفتریش هم قرار میشه جینوو با یه پرواز مستقیم بره سمت ژاپن. پس درست همه چیز آماده میشه و جینوو هم دیگه میخواست بره، اما یهویی یوجین پیداش میشه و انگار میخواست با جینوو همراهی بشه تا برنده اونجا. همه وسایل مورد نیاز رو هم جمع کرده بود. مستقیما میرفت سمت جینوو هم یهویی برمیگره و متوجه یوجین میشه و از سمجی و جدی بودن یوجین تصمیم میگیره اونم با خودش ببره دیگه. انگار کارش نمیشد کرد، واقعا میخواست باهاش بره. بنابراین جینوو قبول میکنه و با هم دیگه حرکت میکنند و به سمت هواپیما میرند. ولی خب جینوو سر تا پا سیاه پوشیده بود و دیگه خوشتیپ شده بود، لاکر داد دیگه. خبرنگارا هم هی داشتن فیلم میگرفتن و عکس برداری میکردند و تا جایی که میدونستند اطلاعات و خبرهای زیادی جمع میکردن. خلاصه که شکارچی درجه اس کره یعنی سونگ جینوو از انجمن آجین و همراه معاون خودش یعنی یوجین درجه دی از کشور کره و انجمن آجین در حال مستقیم رفتن به سمت ژاپن بودن برای کمک و رسیدگی به سیاه‌چاله درجه اس و اونم قول پول و گنده بوده دیگه. بله، ولی در ادامه داستان جینوو قرار به ژاپن بره و اونجا با غول‌های گنده که هر کدوم بالای 30 متر قد و اندازه داشتن مبارزه بکنه و حتی شاید اونا رو به عنوان سرباز سایه بیدار کنه. اگر هم این کار میکرد توی کل دنیا کلی معروف میشد و اسم سونگ جینوو پخش میشد و همه پشماشو میریخت. آیا جینوو واقعا میتونست از پس یک سیاه‌چاله درجه اس بر بیاد، اونم توی کشور ژاپن، و حتی از پس اون غول گنده پونده هم بر بیاد؟ ولی به حال در ادامه داستان توی قسمت بعدی همه چیز رو شاهد خواهیم بود و میبینیم دیگه. خلاصه دیگه خلاصه که مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. شاکر همتونم. مرسی که همیشه هستید و حمایت میکنید. عزیز دل بنده هستید. عضویت توی کانال تلگرامی هم یادتون نره که خیلی مهمید. بازم مرسی که هستید. تا ویدیوهای بعدی و قسمت‌های بعدی، خدا نگهدار عزیزان دلم.